الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که ما در یکی از شهرهای روسیه به بیناکاری مشغول هستیم و حالا کاری که انجام میدهیم این پوشیدن کینو تئاتر هست، یعنی یک خانه فرهنگی و خانه‌ای که در اونجا یعنی فیلم ها و دیگر از عملهای فرهنگی همون روس ها انجام داده می شود. آیا پوشیدن این بنا برای ما جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. الله رب العزة والجلال میگوید تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ای مسلمان ها، کمک بکنید، یاردم بکنید و نصرت بدهید، تعاون بکنید همدیگر را در مسائل بر، نیکویی، خوبی و تقوا، در مسائل دینی همدیگر را کمک بکنید، اما در مسائل فسق و فجور و گناه کمک نکنید. در اساس همین آیت علما میگویند که یک کاری که شما انجام میدهید که بعد از انجام کار داده شما در همون جایی که شما کار را انجام دادید یا به سبب کاری انجام داده شما انسان ها به یک کار گناه دست میزنند، این کار را انجام دادنش برای شما حرام است و جایز نیست. مثلا در روسیه امروز یک چند بگوییم ملت های گوناگون کار میکنند، از مسلمان ها تاجیک، ازبک و غیره، و تاجیک ها هم کم نیستند، از میلیون زیاد هستند، از میلیون زیاد هستند که تاجیک ها خود را مسلمان میگند و در روسیه کار میکنند. شما باید بدانید که پوشیدن کلوب ها، پوشیدن اعوذ بالله خانه هایی که برای رقص و بازی و برای فروش عرق یا که پوشیدن این کینوتئاتر ها همه اش حرام است و از همه حرامترین سختترینش پوشیدن کلیساها. کنیسا چیست؟ همون خانه عبادتگاهی که خریستیان ها در اونجا عبادت میکنند، کنیسه. پس پوشیدن این نمودی چیزها حرام است. سببش این است که بعد از پوشیدن شما این مبنا و این بناها به حرام استفاده کرده می شود. ابوالحسن الاشعری بعد از اینکه توبه کردند و از عقیده اشعری که از عقیده باطلی که پیش از این داشتند توبه کردند و به عقیده سلف، به عقیده اهل سنت در جماعت بازگشتند، گفتند که اراده کفر است و پوشیدنی و بنا کردنی کنیساها، همون خانه های عبادتگاه خریستیانی که امروز زنگوله میزند و هر روزی یک شنبه است میرود و عبادت میکند، پوشیدن این کنیساها کفر است. زیرا پوشیدن این کنیساها اراده کردن کفر است. گویا که شما گفته ایستادید که غیر الله را عبادت کردن یا که والعیاذ بالله شرک را انجام دادن حلال است و از همین جهت پوشیده ایستاده است، اگرچه به شما اجره بدهد و این مسئله معروف است. پس برادران عزیز، شما به خاطر یک لقمه نان به همه نمود کار دست نزنید، صبر بکنید و از کارهای حرام دست کشید. بدونید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منها. هر کسی که یک چیز رو به خاطر الله ترک میکند، یک چیز رو حرام رو به خاطر الله ترک میکند، الله به عوض این یک چیزی بهترش رو و حلالش رو نصیب میکند. و دعا بکنید و بگویید که اللهم اغننی بحلالک عن حرامک، ای الله مرا از چیزهای حرامت دور بکن و مرا غنی و بی‌نیاز قرار ده به سبب چیزهای حلالت، یعنی به من چیزهای حلال رو نصیب کن و از چیزهای حرام دور کن. همچنین دعا رو باید بکنید. پس بارک الله فیکم. به این برادر میگم که اگر کار رو نه شروع کرده باشید یا که در نصفش باشید، مبلغهای خود رو بگیرید، اجاره که باید بدهید بگیرید و بعد از این کار رو ترک بکنید. و اگر در آخر کار باشید، کار رو به آخر رسانید و مبلغ رو بگیرید و به کارهایی که عاقبت این کار یا که یک بنایی که شما میپوشید و در این بنا کار حرام میشود، شما
این عملها رو انجام ندهید. اما پوشیدن خانه ها، پوشیدن مثلا زدن دیوال های گرد یک خانه و این باکی ندارد. برای چی؟ برای آنکه خانه ای که انسان زندگی میکند اصلش این است که این خانه برای زندگی است. اما پوشیدن بگویم یک ملیس خانه و این چست یعنی برای لشکر، یا که پوشیدن یک اعوذ بالله زیناخانه، پوشیدن یک کینوتئاتر، پوشیدن یک کنیسه، این چیزها حرام است. گرچند که صوفی ها و گمراه ها این چیزها را جایز میگویند، لیکن قول راجع این است که این حرام است. خیلی که ما سخنهای علما را در اینجا ذکر کردیم. بارک الله فیکم.